درود دوستان عزیز، ما در شهر خوجند ولایت سوخ قرار داریم. اینجا باغ کمال خوجندی است که در ساحل چپ سیردریا بنیاد یافته است. میگویند که هنوز سال 1924 با بنیاد این باغ شروع کردند و در زمان استقلالیت این باغ ترمیم شد، از نو بازسازی گردید و یکی از باغ‌های خیلی زیبای شهر خوجند نیز است. این پیکره خواجه کمال است که در زمان استقلالیت بنیاد یافت و مؤلف این پیکره یکی از هیکل‌تراشان معروف این منطقه دورانجان رحمتوف است. میگویند که بلندی خودی پیکره 7 متر است و سرپایش 4.5 متر. همچنین برای بنیاد همین پیکره تقریبا 6 تن متل برنجی صرف شده است. در پس منظر باشد مقبره رمزی خواجه کمال است و دوستان عزیز حضور می رویم از مقبره دیدن میکنیم. رفتیم. همین طور ما در زمان استقلال با بازسازی و خودسازی ملی شروع کردیم. با ابتکار به واسطه پیشوای معظم ملت در سال 2015 باغ کمال خوجندی از نو بازسازی گردید و از مقبره شاعر شهیر از شهر تبریز یک کف خاک استاد کمال خوجندی را به شهر خوجند آوردند و در همین مقبره گذاشتند. همین طور میگویند که امروز مقبره استاد کمال خوجندی یکی از مرکزهای مهم فرهنگی، یکی از موضعهای مهم در شهر خوجند به حساب می رود که همه روزه شخصیت‌های زیاد ادب پرور به اینجا آمده در سر مقبره استاد کمال خوجندی ایست میکنند. اینجا از روزگار استاد کمال خوجندی یاد میکنند و همین خود معماری مقبره یک شکل ملی، یک شکل خیلی زیبا دارد و با یک اصول معماری ملی تاجیکانه بنیاد یافته است. همچنین در پس منظر همین مقبره رمزی استاد کمال خوجندی در آن طرف یک خانه رمزی عصر میانگی نیز بنیاد یافته است که دوستان عزیز حالا می رویم از آن خانه دیدن میکنیم. حالا دوستان عزیز ما به یک محیط قدیمه و عصر میانگی وارد میشیم، ولی این محیط قدیمه، این محیط زیبا و عصر میانگی خیلی ظریف و زیبا و بسیار نادر است از لحاظ معماری، از لحاظ صنعت، از لحاظ هنر. و در قدیم نزد حولی های مردم تاجیک همین گونه حوض ها بود که حالا در اینجا نمونه همین گونه حوض ها حفظ و نگهداری می شود و صحن حولی خانه های مردم تاجیک همین گونه سبز و پر از دال و درخت و زیبا و سایه افکن بود و همین گونه کدهای زیبا نیز بود که در آنجا در فصل تابستان می نشستند. و حالا وارد خانه می شویم. این زنگوله های عصر میانگی است. وقتی که به خانه یک نفر بیگانه رفتن می شدی حتما همین گونه صدا می کردی. و درهای قدیمه مردم تاجیک طبیعتا همین گونه کندکاری شده و ظریف و خیلی زیبا بود که از دیدنش کس انگشت حیرت می گذاشت. و اکنون بیننده عزیز ما آهسته آهسته وارد خانه قدیمه تاجیکانه می شویم و شما توسط این برنامه کمی سری تاریخ میکنید و میبینید که در قدیم مردم ما چگونه زندگی میکردن و چگونه شرایط داشتن. و در برنامه امروزه ما رو راه بلد خانموزه
استاد کمال خوجندی تخمینه تشمت و همراهی میکنن و درباره خانه طرز زیست برای ما معلومات دیدن. شما خوب هستید؟ خوب، خوش آمدید مهمان عزیز به خانه موزه کمال خوجندی. با شما راه بلد من تشمت و تخمینه. خب حالا آغاز میکنیم از قسم اولی حولی صحنه حولی تاجیکانه چه خیلی میگویند. خب انا حال میبینید که دورای پیش حولی تاجیکان از دو قسمت عبارت بود، یعنی حولی بیرون، حولی درون. حولی بیرون محض برای مردها بوده، حولی داخلی، حولی درون برای زنها. این ایکاس یافته است. اینجا درآمدگاه بود، مهمانان رو اینجا قبول میکردن. بعد در همین حولی مردانه ما داریم مهمانخانه زمستانه مردانه، مهمانخانه بهارانه و خود تدریسگاه، جایی که سبق می‌آموختن. خب اول مهمانخانه زمستانه. بله. مهمانخانه زمستانه رو می‌بینیم. تمام خانه‌ها صنعتی ملی تاجیک وسیع رشد یافتند. برای آنکه عصرهای میانه صنعت ملی تاجیک که وسیع رشد یافته بود، انا امروز ما این صنعت‌ها رو برای مهمانان خارجی و دور و نزدیک برای جوانان معرفی کرده ایستاده. چقدر زیباست، چقدر نادر است، چقدر صنعت والا در اینجا صرف شده است. در زمان امروز از جوان‌ها استفاده می‌بریم، نه؟ جوان‌ها داشتیم، ولی ببینید که چقدر از دیوار استفاده بردن، همین تاقچه‌ها و در این تاقچه‌ها مردم جهاز خود را می‌گذاشتن. همینطور. وقتی که به اینجا وارد شدیم، آلکش شما خودتان حس می‌کنید که ما در مهمانخانه زمستانه برای آن که در همین پایگاه آتشدان ساخته شده است. آتشدان است و در اینجا دود برا موری هم مینامند. البته در اینجا در دیگه میسین آب گرم میکردن، خوراک میپختن، در دیگر دیگ در این قمقان باشه چای میجوشاندن. البته انا در اینجا آبریز نشان داشته است، یعنی وقتی که مهمان وارد خانه میشد از طرف صاحب خانه اشاره کرده میشد که باید مهمان دستانش رو بشوید بعد وارد خانه شود. ببینید در کنج خانه دسترخوان گسترده شده است در بالای صندلی. انا این صندلی وقتی که در وقت‌های سرما در اینجا یکی از لخچه‌ها از آتشدان میگرفتن میگذاشتن و در اینجا نشسته صحبت همه چی در داخل خانه بود، نه؟ البته مثلا ببینید که روز خانه‌های اروپایی هم میگن شکل دارد که همه چیز در داخل خانه انجام داده میشه. خانه‌های اروپایی این از همین صنعتی تاجیک از مدنیت تاجیک گرفته شده است. بله. چون تاجیکان از دورهای پیش تا امروز مهمان نوازن، مهمانان رو خیلی دوست می‌دارن. انا ببینید در همین خانه در بالای دسترخوان 7 میوه، شیرینی، تر میوه و خشک میوه گذاشته شده است. بله. خب و اونجا همیگونه جوان‌ها بودن، نه؟ جوان‌های خوب کورپا میگذاشتن. کورپا چه همه ماز برای مهمان استفاده برده میشد. و بالا سقف خود خانه‌ها کندلکاری میشد. نقش و نگار ملی در اونجا تصویر در اینجا گرفته ماز رنگ‌های طبیعی استفاده برده میشد که یک وقتای مهلتی معین صفتش رو گم نمی‌کرد. بله. خیلی وقت زیاد میرفت چون رنگ طبیعی است و با یک اصولی خاصه این رنگ‌ها آماده میشد. به همین دلیل این رنگ‌ها عمری طولانی داشتند. و ببینید که وقتی که مثلا در یک جا یک یادگاری تاریخی را می‌یابند هنوز هم این رنگ‌ها حفظ شده. البته. انا در همینجا صنعت نقاشی، گچکاری و هم کنده‌کاری روی چوب نشان داده شده است. بله. و دوستان عزیز از همه جالب این است در همین تیره‌ها خیلی پست. امروز خانه‌های معاصر حتی در اروپا همیگونه شکل دارند، تیره‌های زمان معاصر و ببینید که در قدیم ما این گونه اصول، این گونه معماری رو داشتیم که خیلی زیباست. در همین خانه اون اشیاء، اون نگارهای قدیمی که شما می‌بینید از فوند آثارخانه تاریخی ولایت سوخت آورده به نمایش گذاشتن که همه نگارها از مردم کشور جمع‌آوری کرده شده و خود این نگارهایی که هست در خانه هنگامی قبول مهمان‌ها استفاده می‌شدن، لالی‌ها و این دستشویی‌ها. در اینجا ما یک نگاری شوق‌آور برای مهمانان خارجی و دور نزدیک این هست که چراغ سیاه نام دارد. انا بینه در اینجا روغن میریختن، پلیت برآورده آتش میکردن، همچون روشن دهنده استفاده میبردن که بیشتر دقت مهمانان خارجی دور و نزدیک را به خود جلب میکند. تشکر زیاد. خب اینجا خانه زمستانه بود. البته. اکنون خانه بهارانه میگذاره. خب بفرمایید. از خانه
меҳмонхонаи зимистона берун шудем. اینجا меҳмонхонаи тобистона аст, не? тобистонаи баҳор. меҳмонхонаи баҳорона чун дида истодаед, дар ин айвони нишасти баҳорона бисёр дарпардаҳо насб карда шуданд дар тиреза. Ин яъне ин дарпардаҳо ки дар рӯяш ҳунари кандакори рӯи чӯб нишон додашудааст, ки дар инҷо ҳунармандони тоҷик ки маҳорати дасти худро нишон доданд, ана дар ҳамин дарпарда яъне дарпарда ворди хонаро ҳам аз нури офтоб ва ҳам аз хунуки эмин нигаҳ медошт. вале вақте ки масалан офтоб нест, тобистон аст, вақте ки офтоб ба дигар қисмат мегузарад, барои рӯшан шудан, барои ҳавои тоза даромадан дарпардаҳоро боз мекарда. албатта ҳамин тар хеле ҷолиб аст. хуб, вориди хона мешавем? вориди хона мешавем. бифармоед. тақрибан монанд аст ба меҳмонхонаи зимистона, не? вале камтарак шакли дигар дорад. хуб, мебинед фурқайҷон, инҷо меҳмонхонаи баҳорона, яъне ки дар инҷо вақте ки ворид шудем, аллакай бинед ки дар инҷо танҳо дар рӯи қолинҳо курпачаву дастархон гузорда шуданд. Яъне аз он шаҳодат медиҳад ки дар фаслҳои баҳорон, тобистон танҳо меҳмон дар ҳамин гирду чи дастархон менишастанд, суҳбатҳо гуворос суҳбат мекарданд. бинед дар тоқчаҳо низ зарфҳои албатта зарфҳои мисин гузошта шудааст, табақҳои мисин ки дар гирдогирдаш дар ин табақҳо суханҳои нек ҳақоқӣ карда шудааст аз тарафи ҳунарманд. ва ин лалиҳо барои масалан меҳмонон низ барои зиёфати меҳмонон низ истифода мешуд. мева мегузоштанд, خند و مویز میگذاشتن. مادرانی که با دستان خود در تنورها نان‌های گرم می‌پختند، پیشکشی مهمان می‌کردند در روی این طبق. بله و ببینید که چقدر با صنعت بلند اینو ساخته شده است. خیلی زیباست. در اینجا در روی فرش اون قالین‌هایی که می‌بینید قالین‌های دستی است. البته یعنی به دوره معاصر تعلق دارد. این ببینید پایافزار چوبینه که مغز برای مردها تراشته شده است از درخت چهارمغز. مردهای طبیعی بود، خیلی طبیعی بود. اصلا در این مثلا مسائل شیمیایی استفاده نمی‌شد و وقتی که این رو با پای می‌کنی حتما که هیچ وقت پایدار نمی‌شوی. البته این برای اون پوشنا دارد که یعنی که مردها خود را از برف و باران از نمی احتیاط میکردن. پایافزارهای چوبی. خب میرویم از دیگر قسمت دیدن میکنیم. فرمایید. چون دورای پیش اگر صاحبخانه از اهل علمی بود، آنگاه در خانه تدریسگاه تشکیل کرده میشد. حالا باشد من برای شما معرفی میکنم آن تدریسگاهی که بیشتر در اینجا کتاب‌های قدیمی تاجیکان از اشعار شاعران به نمایش گذاشته شده است. اینها دستخط هستند. البته دستخط‌های اصلی شاعران که با خطای فارسی ازبکی نوشته شده است. ما این کتاب‌ها را نیز از مردم کشور جمع‌آوری کردیم. حالا در اینجا کتاب‌ها از عصر 16 آغاز کرده تا عصر 19 به نمایش گذاشتند. جامع علوم. البته. عصر 18. خب اصلا کتاب نادری که ما در اینجا داریم این است کتاب میر سید علی همدانی که به عصر 16 تعلق دارد با نام ذخیرت الملوک. اصلا کتاب قدیمی است. در اون زمان کتابداری نیست یک هنر خیلی والای قدیمی بود، خاصتا اونهایی که با کتابداری مشغول میشدند بیشتر در دربار شاهان بودند و کتابداری یک چند هنری خاصه داشت. مثلا خطاط کتاب رو با خطای زیبای خود خطاطی میکرد، مقوا بند بود، صحیفه بند بود. خلاص اینا همه هنرهای علاهیده بودند که در علاهیدگی این کارها رو انجام میدادند و بعد کتاب تشکیل میشد. ببینید که این کتاب ها از عصر 15 هست ولی هنوز هم در همون شکل قدیمی خود هم ورقهایش و هم مقواش خلاص کتاب ارزش خود رو گم نکرده است و با گنجینه های نادر ملتی ما وارد می شود. البته
چون دیده ایستاده در بالای بعضی کتاب‌ها رقم‌ها چیده شدن، نصب کرده شدن. این رقم‌ها شما گذاشتید؟ البته یعنی این کتاب‌ها از طرف دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند فاکولته شرقشناسی به خط کریلی برگردان شده. بله. امروز میتوانند که به خط کریلی نیز این کتاب‌ها رو دسترس کنند. البته ما در همین کتابخانه خانه موزه کمال خوجندی در اینجا مخفی داشتن. اینا عالمان و محققان از این کتاب‌ها استفاده می‌برند. البته. خب دیده ایستاده در اینجا این خانه از دو قسمت عبارت است. یعنی قسم اول این سینخانه، این قسم دوم این از کتابخانه. ببینید که در اینجا یعنی عصرهای میانه نمود طرز درسخوانی نشان داده شده است که بیشتر در اینجا در نوشتن و خواندن خطای فارسی عربی را می‌آموزاندند. معلم اینجا نشست، بله این جای نشست معلمان بود. در اینجا می نشستن و خواننده ها در اینجا می نشستن. اینجا جای نشست خیلی زیبا بود. ببینید این به مانند زینه. ببینید اگر که طالب خواننده کم استاد میتوانست در پایان نشیند. اگر که طالب بسیار خواننده بعد استاد برای نظاره کردن اون در بالا می نشست. زینه های بالاتر می نشست که با خود خواننده ها علاقه داشته باشد. بله. خب اینجا این عکسی این عکس آن تاجری که عصرهای میانه با همین کتاب‌ها سر و کار داشتن که حالا در همین آثارخانه خانه موزه ما بسیار از این کتاب‌های این شخص به نمایش گذاشته شدن. و هم ببینید که از خود شیخ کمال خوجندی تا امروز بر ما کتاب‌های اصلی داستان‌های اصلی شیخ کمال آمده نرسیدن. تنها آن نسخه‌ای که نسخه‌های اصلیش ورقه‌اش یکی در فوند آثارخانه ملی پایتختمان و هم یکی در شهر دولت اسلامی ایران محفوظ نگاه داشتن که امروز ما برای تماشابینان نسخه‌اش رو در چهارچوبه در همین خانه موزه نصب کردیم. خیلی زیبا خطاطی شده است. غزل‌ها و داستان‌های شاعر. بله تشکر. خب میریم قسمت دیگر رو میبینیم. بله. اینجا ریحان نیز کاشتید نه؟ البته از بویش حس کرده؟ بله خیلی بوی زیبا داره. خب هر سال در اینجا ریحان پرورش میکنن که این ریحان تنها برای بویش این نیز به خوراک‌ها چی علاوه میکنن. خب همین طور از قسمت یکمی حولی به قسمت دوم وارد میشیم. البته از حولی مردها گذشتیم به قسمت حولی درون حولی زنها. وقتی که به اینجا آمدید البته ببینید که حولی زنها خود معلوم است برای آن که در کنج حولی تنور، آتشدان، هاون گذاشته شده است. خب انا در همین حولی زنها ما داریم کارگاه، مهمانخانه زنها، شبستان و هم انبار ذخیروی. برای آن یکم کارگاه گفتیم که از دورهای پیش تا امروز زنهای تاجیک آنها هنرهای بسیاری را در دست دارند که یکی از آنها رو برای مهمانان ما معرفی کردیم. این هم باشد بافته متاحف ادرس و اطلس. اینجا نمونه اش را گذاشته چون بله. خب در خانه های خود میگونه مثلا دکان ها داشتن در خدی. البته همین دکان ها که کارها دستی انجام داده میشه و کارهای دستی واقعا هم خیلی ظریف و نادر هستند. خیلی ارزششون بالا است. انا ببینید که در اینجا دو دستگاه گذاشته شده است که در یکی متاع ابریشمی میبافند که با نام اطلس مشهور است، در دیگری متاع پختگینی که با نام ادرس معمول است. حالا در اینجا به نمایش گذاشتن آن متاعهایی که محض در همین دستگاه بافته شده است. آن زنهای تاجیکی که در همین جا کار فعالیت میبرند در همین دستگاه نشسته کار خود را، هنر خود را ادامه داده ایستادند. بیشتر این متاعی که ما به نمایش گذاشتیم دقت مهمانان خارجی را به خود جلب میکنند. حتی خریداری هم میکنند. البته. بله. خب در پس منظر نیز یک اتاق دیگر هست نه؟ خب در این اتاقی که شما دیده ایستادید این بچه خانه نام دارد. مادری خانه بچه ها. خانه بچه ها. البته وقتی که مادر با هنر مشغول است او میتوانست در یک وقت هم کودکش را نگاه بین کند بعد هنرش را ادامه دهد. از همین سبب در کارگاه خانه بچه ها چی ساخته شده است. در پس کارگاه. البته. خب از اینجا نظارت میکرد، از اینجا کار خود را انجام میداد. خیلی همه چیز منطقی و درست انجام داده شده است که همه در وقت خود انجام داده شود. و این خانه مثل خانه مهمانخانه مردها نیست هست نه؟
نه کم فرق میکند. جای دستشوییش و بعضی قسمت ها. برای اینکه آن خانه‌ای که در اونجا مهمان قبول کرده میشد در همون خانه آبریز ساخته شده است. برای اینکه در اینجا هم زنها با کار مشغول بودن. البته دخترکان شاگردان یا اینکه دخترکانی که از همسایه‌اند آنها را گرفته هنر را می‌آموزاندند. از این سبب نیز در همینجا آبریز ساخته شده است. خب قسمت دیگر میریم. مرحبا. این اکنون آمدیم به انبار ذخیروی. اینجا خانه ذخیروی بود. البته از روی تمامی ملی تاجیک در این قسمت حولی درون انبارخانه ساخته میشد. یک خانه سالقینی که در اینجا همه آذوقه‌واری و هم اون حاصل‌هایی که در تیرمو جمع‌آوری میکنن برای زمستان گذرانی در همینجا نگه همین شکل داشت. نمونهش در اینجا هست. البته نمونهش. خب میوه ها رو این گونه مثلا میوه ریختن. اینا چی هستن؟ اینها قضی نام دارن. قضی و هم در قفایش گوشت‌های خشک کرده شده و جوری و هم انار، پامیداری خشک کرده شده، قلمفری خوش در اینجا محفوظ همین گونه شکل آویزان میکردن نه؟ از 6 ماه تا 1 سال در اینجا حاصل‌ها رو نگاه می‌کنن. اینا خم‌ها بودن نه؟ این خم‌ها. البته در اینجا خم هم هستن که همچون به جای یخنان استفاده می‌بردن. چقدر گندم خشک است. چرا؟ البته این شالی، گندم همه دانه‌ها رو در داخل خم نگاه می‌داشتن که در طول 3 سال صفتش را گم نمی‌کرد. تا 3 سال. البته. بله. این شکل نگهداری یک علم است. مثلا نگهداری ذخیره کردن خاصه همین دانگی ها. در اینجا دانه جواری مکه. جواری مکه. این است قیله یعنی قوردا. اون گوشت‌های پخته شده در زیر روغن نگاه می‌داشتن تا 6 ماه این در همین داخل خونچه نگاه داشته میشه. بیرون نمیشه. البته ببینید که در اینجا ما داریم ماش، برنج. اینش برنج است. نخود. نخود هست این. اینها چی هستن؟ سنجی. سنجید ها. چقدر اینا مدت معین 1 سال نگاه داشته. تا 1 سال. اکنون ببینید که در اینجا شیرینی ها، ترمیه و خوشمزه و اسمی باغ شیخ کمال به نمایش گذاشته. اسمی خودی باغ. البته در اینجا بسیار درخت‌ها پرورش کرده می شود. بله. مویز از تا که انمی خانموزه کمال خوجندی. بله. در درآمدگاه هم هست. بله. جفته. چهارمغز. زردالوی خشک. انجیر خشک. شفتالوی خشک. بله. بادام و زردالوی خشک است. این آلوی خشک. آلوی خشک عجیب. نمک و سیدانه نیست در همینجا. در همین گونه ظرف‌ها حفظ می‌کردن نه؟ همین البته همین میوه‌های خشک میوه‌ها رو هم از میز ساخته شدن، هم از چوب تراشته شدن و هم از سنگ ساخته شدن. امروز این طبقه‌هایی که به نمایش گذاشتیم. اینا همش باید یادگاری‌های تاریخی هستند در برابر اینکه حفظ میشه. اکنون شما ببینید که در روی فرش اون چیزی که ما در اینجا گستردیم این از بریان دارد که از رستنی که در نزد دایره‌ها در جای قمیشزار گرفته اون رو می‌بافیدن. این هم نیست هنری مادران تاجیک است که این رو می‌بافن هم در فرش و هم در سقف خانه می‌گذاشتن اینا در قدیم. این هم از نامی امی نگاه می‌داشت. بله. خب تشکر. به قسمت دیگر رو ببینید زن‌های تاجیک هم در نوبت خود مهمانخانه دارند. برای آنکه زن‌ها هم مهمان قبول می‌کردند. و دختران و شاگردان خود هنرهای خود را می‌آموزاندند که در این خانه‌ای که ما وارد میشیم در اینجا بیشتر خواندن و نوشتن و هم دختری محفل ها میشد. البته در همین قسمت علمی خانه ببینید مهمانخانه زن‌ها مادران تاجیک با دختران خود با شاگردان خود دوخت سوزنی، جیهک بافی، تاقی‌توزی رو می‌آموزاندند و هم این چنین در همین جا ببینید اسباب موسیقی گذاشته شده است. البته زن‌ها هم در وقت‌های خالگی برای خوشحالی از این تنبول استفاده می‌بردند. و همچون به همه معمول است از دورهای پیش تا امروز زن‌های تاجیک به گیگینا یعنی به تازگی رعایت می‌کردند که محض در همین خانه نشست ببینید آتشدان در بالایش دیگی میز
گذاشته شده است. یعنی در همین دیگه میز آب گرم میکردن، در نصف تشناب نشسته جامه شویی میکردن یا دیگر شستشو رو ادامه میدادن که در گرد و اطراف چی آبرس تنها ظرفای میسین میایستاد. و این جوان بود نه؟ بله. جوان‌های قدیمی در اینجا خان میگذاشتن، ظرفای خود رو میگذاشتن، همینطور بود؟ البته. بله، خیلی عجیب. قسمتی دیگر اینجا یک خانه دیگر هست نه؟ خب در همین قسمت مهمانخانه زنها شبیستان وجود دارد. این شبیستان یعنی شبانگاه در اینجا استراحت میکردن. خب در اینجا شما اهمیت جدی دید بینید که در همین دیوارها دستگل‌های زیبا نقش آفریدن و هم درخت انار با میوه‌هایش. شما میتوانید از آن فرسان شوید. چرا؟ برای آنکه تاجیکان از دورهای پیش تا امروز آنها زیبایی پرستند. محض در خانه خواب آنها دستگل‌های زیبا رو نقش آفریدند. هنگام خواب یک فرح، یک آرامی بگیرن. مثلا در این برابر وقتی که خواب میروی و سقف رو نگاه میکنی چقدر اونجا هنر است، چقدر زیبایی است و حتما که بعد از تماشای این همه زیبایی خوابهای زیبا میبینی. بله. و آینه های قدیمی بود نه؟ البته این برای زنها. چقدر این هم یک یادگاری تاریخی است. البته این خیلی چقدر زیبا است. این گونه محکم میشد، باز میشد و باز این گونه محکم میشد. این صندوقچه نیست، قدیمی تاریخی بوده، برای زر و زیوری زنها استفاده برده. در داخل این زر و زیور میگذاشتن. البته. مسائل آرایشی خود را میگذاشتن. این از ذوق بلند، از هنری بلند، از دانش بلند مردم ما درک میدهد که اینقدر زیبایی در اینجا است. تشکر. اکنون قسمت دیگر رو میبینیم. خلاص خانه زنانه همین گونه شکل داشت. مهمانخانه. بیایید از این طرف آغاز میکنیم. یعنی در اینجا که تنور و هم آتشدان ساخته شده است. تنور برای نان پختن، چپاتی، سمبوسه و هم آتشدان باشد برای پختن خوراک‌های گوناگون. آش. البته. این هم یعنی در اینجا جوهری رو میگفتن. جوهری رو با این میگفتن. البته. هر یک مادر تاجیک، زن تاجیک طرز نان پختن، طرز خوراک پختن رو به دختر خود می‌آموزند. همین گونه داشت شکلش در اینجا بود و اینجا یک چیزی عجیب است. در روی انیمه حالی نشان داشته است قبور آبگذر. یعنی در وقتی گفتگاه ارکئولوژی عالمان اثبات کردند که یعنی قرن‌های 4 در خوجند قبورهای آبگذر وجود داشتند که کانالیزاسیون امروزه. یعنی که امروز ما نسخه‌اش رو در همین روی حوله نشان دادیم که اصل این در زیر شیشه در آثارخانه ولایتی به نمایش گذاشتند. خب تشکر زیاد که امروز ما را همراهی کردید. واقعا از تماشا، از سیر و گشت در این خانه عصر میانگی ما لذت بردیم. هم سیر تاریخ بود، هم آشنایی با تاریخ بود و مطمئنم که این برنامه، این سیر برای بیننده نیز پسند آمد. برای شما تشکر. خسته نباشید. همین گونه بود. وقتی که از داخل خانه بیرون می شدی واردی باغ می گردیدی. اینجا یک باغ خیلی زیبا است. در آغاز اینجا یک چاه است، یک چاهی که میگویند از داخل این چاه آب می برآوردند. چای خیلی چخور و همینطور در برابر آنه که اینجا گل‌های خیلی زیبا شینانده بود. در فصل تابستان بیشتر وقت مردم ما مهمانان را در باغ خود قبول می‌کردند و می آمدند داخل باغ می‌شدند و همین یک ایوان زیبا داشتند. ایوان زیبا داشتند. اینجا جای قبول مهمانان بود. حتما که همین گونه کت‌های زیبا نیز بود و اینجا مهمانان را قبول می‌کردند. اینجا صحبت می‌کردند. باد و هوای تازه داشت. درختان سایه افکن، درختان میوه دهنده و همه این درک از تاریخ قدیمی، از صنعتکار بودن ملت ما، از فرهنگی بای و غنی ملت ما درک می‌دهد. ببینید که چقدر در یک خانه عصر میانگی فرهنگ و صنعت و هنر تاجیکان نهفته است. دوستان عزیز،
برنامه میگویند که بود همینجا با شما خیر خوش میکنم. این برنامه از باغ کمال خوجندی، از خانه موزه کمال خوجندی پیشنهاد شما گردید.